الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از اصولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن به ما خبر دادند و اعلام نمودند اصلی هست در مورد عدم تعدی بر حقوق دیگران در روابط اجتماعی و در برخورد با اطرافیانمون. باید عدالت را مد نظر داشته باشیم. به هیچ عنوان برای این که ما به حق خودمان برسیم ما مجاز نیستیم که حق کشی بکنیم، حق دیگران را تلف بکنیم و یا بر دیگران ظلم و ستمی را روا بداریم. در حدیثی که متفق علیه هست در بخاری و مسلم نقل شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الظلم ظلمات یوم القیامه، عاقبت ستم تاریکی های قیامت هست. و این مطلب ان الظلم ظلمات یوم القیامه یکی از اصولی هست و قواعدی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما خبر داده و یک هشداری هست برای آن کسانی که بر حقوق دیگران تعدی و تجاوز می کنند، حقوق دیگران را نادیده می گیرند و مرتکب ظلم و ستم می شوند. از ظلمات یوم القیامه، عاقبت ستم تاریکی های قیامت هست. نقطه جالبی که در این زمینه وجود دارد، انسانهای ظالم و ستمکاری رو که ما میبینیم در جوامع بشری، این انسانها در دنیا هم در میان تاریکی هستند و این ظلم و ستمی که به مظلومین و ستم دیدگان روا می‌دارند، این نشأت گرفته از این هست که این فرد در تاریکی هست، در ظلمت قرار داره. نشأت گرفته از تاریکی فکر و قلب این فرد هست که ظالم قلبش تاریک هست، فکرش تاریک هست، در این تاریکی ها قرار دارد، غیر از خودش کسی دیگر را نمی بیند. چنان قلب این و دیدگانش و بصیرتش تاریک هست و بینور هست که هیچ کسی را پیرامون خودش نمی بیند. پس بنابراین در ظلمت قرار دارد. به جای این که دیگران را ببیند، مشاهده بکند، حقوق دیگران را ببیند و مراعات بکند، همه را نادیده می گیرد، گویا که کور هست و نابینا هست و در ظلمت قرار دارد. چیزی را غیر از خودش و منافع شخصی خودش نمی بیند و نمی شناسد. پس بنابراین شایسته هست که مجازاتی از جنس عمل خودش الله متعال به چنین افرادی بدهد. ظالمی که در دنیا کور بوده، در تاریکی و ظلمت بوده، دیگران را، حقوق دیگران را نمی دیده و مشاهده نمی کرده، شایسته همین است که در قیامت هم دچار تاریکی ها بشود. از ظلمات یوم القیامه، عاقبت ستم تاریکی های قیامت هست. و از آنجایی که این قضیه بسیار مهم هست و اهمیت بسیار زیادی را دارد، میبینیم که در قرآن کریم الله متعال در صدها آیه در مورد ستم و برحذر داشتن از ستم آیاتی رو نازل کردند و ما را برحذر داشتند که مبادا دچار ستم بشویم. صدها مورد هست که الله متعال از ظلم و ستم سخن گفته و من و شما را هشدار داده که مبادا دچار این گناه و این معصیت بشویم. و تمامی شرایع الهی و ادیان الهی این ظلم و ستم را و حق کشی دیگران را ناجایز و نامشروع می دانند. در هیچ دین و آیینی
نادیده گرفتن حقوق دیگران و ستم کردن بر دیگران جایز نبوده و جایز نیست. و جالب این است که در دین مبین اسلام نه تنها ستم بر انسانها حرام هست، نه تنها ستم بر دوستان و آشنایان و خویشاوندان حرام هست و ناجایز، حتی ستم بر حیوانات هم جایز نیست، حرام هست. هر موجود زنده‌ای و هر حیوانی از خودش حقوقی دارد، حتی نه تنها حقوق حیوانات، حتی حقوق نباتات و حقوق جمادات را هم در شریعت اسلامی منظور شده و بیان شده. انسان مسلمان باید هر حقی را به حقدارش کاملا برساند. در روایتی هست در صحیح بخاری و مسلم که حضرت عبدالله ابن عمر و ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند. در این روایت آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که الله متعال یک زنی را فقط و فقط به خاطر ستم کردن بر یک گربه عذاب داد و به جهنم انداخت. یک زنی گربه ای را گرفته بود، حبسش کرده بود، نه به آن آب و غذایی میداد و نه هم آزادش گذاشته بود که خودش برود و تغذیه بکند. نهایتا این گربه مرد. الله متعال به خاطر همین یک گربه یک انسان مکلفی را، انسانی را که اشرف مخلوقات هست، به خاطر ستم روا داشتن بر یک حیوان و گربه او را عذاب کرد و به جهنم انداخت. دینی که حق حیوان را تا این اندازه حفاظت کرده و تأمین کرده، انسانی را به خاطر یک حیوان عذاب می‌دهد و به جهنم می‌اندازد. شما خود گمان بکنید و حدس بزنید که ظلم بر انسان از دیدگاه اسلام چه اندازه زشت و ناپسند هست و چه اندازه گناه عظیمی هست. پس بنابراین انسان مسلمان نه تنها که حق خودش را میپردازد و بر خودش ستم نمی کند، بر دیگران هم ستم نمی کند، بر حیوانات هم ستم نمی کند و بر خویشتن هم ستم نمی کند. ستم کردن و تعدی بر حقوق کاملا و در هر موردی و در هر شرایطی حرام هست. چه ستم بر خویشتن باشد، چه ستم بر دوستان و آشنایان باشد، چه ستم بر نوع بشریت باشد و حتی ستم بر حیوانات هم که باشد، از دیدگاه اسلام حرام هست و ناجایز. یکی از مواردی که معمولاً حق کشی می شود و ظلم و ستم صورت می گیرد، خوردن مال یتیم هست که متاسفانه در بسیاری از جوامع این رایج هست و انسانهای تاریک دلی این ظلم و ستم را انجام می دهند. الله متعال چنین افراد را ظالم خوانده و آنها را تهدید کرده که این ظلم و ستمی را که در دنیا مرتکب شدند، حق یتیم را، مال یتیم را خوردند، قطعا مجازاتش را در روز قیامت خواهند دید. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. آن کسانی که در دنیا مال یتیم را به ناحق میخورند، مال یتیم را بالا میکشند و به یتیمان نمیدهند و از روی ستم بر حقوق یتیمان و بر اموال یتیمان تعدی و تجاوز میکنند، انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینا دارند آتش جهنم میخورند. آتش جهنم در شکمهای ایشان افروخته خواهد شد و سیصلون سعیرا، و در آتش جهنم خواهند افتاد. این یکی از مواردی هست که الله متعال ما را از چنین موردی و از چنین ستمی، آن هم بر فردی که یتیم هست، ناتوان هست، قدرت ندارد که حق خودش را از شما بگیرد، شما بر آن ستم میکنید. مطمئن باشید که این ستم بی پاسخ نخواهد ماند.
ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، آتش جهنم را میخورند و آتش جهنم آنها را خواهد سوخت و در روز قیامت در تاریکی های جهنم میافتند. از ظلم ظلمات یوم القیامه، عاقبت ستم تاریکی های قیامت هست. یکی دیگر از موارد ظلم و ستمی که بسیاری از مردم آن را انجام میدهند زمین خواری هست. تصاحب کردن زمین دیگران، دست گذاشتن روی املاک دیگران و تعدی بر ملک و زمین مردم. سید ابن زید رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من اخذ شبرا من الارض ظلما، هر کسی که یک وجب زمین را به ستم و به ناحق از کسی دیگر بگیرد، فقط یک وجب زمین، نه این که هکتارها زمین باشد، حتی اگر کسی یک وجب زمین را از برادر مسلمانش به ناحق بگیرد، میدانید چه مجازاتی دارد در روز قیامت؟ آیا گمان میکنید که الله متعال این رو نادیده میگیرد که یک وجب زمین هست ارزشی را ندارد؟ خیر، حتی یک وجب که نه، اگر نصف وجبی هم باشد، به اندازه سر زوزنی شما بر حق دیگران تجاوز بکنید مؤاخذه خواهید شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فانه یطوقه یوم القیامه من 7 ارضین، الله متعال همین یک وجب زمین رو جدا می کند از 7 طبقه زمین، همین یک وجب در روز قیامت طوق گردنش می شود و وبال جانش می شود، این رو بر گردنش می آویزند. الان چگونه؟ این رو الله متعال می داند و کیفیتی که الله متعال از آن خبر دارد. اما این مجازاتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این روایت که صحیح هست و متفق علیه هست در بخاری و مسلم آمده، چون این انسان زمین خاری را که حق دیگران را تلف می کند و ملک دیگران را تصاحب می کند، الله متعال در روز قیامت چون این انسانی را این گونه عذاب خواهد داد و شکنجه می کند. یک میان برنامه کوتاهی را خواهیم دید و بعد از آن در خدمت شما خواهم بود. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الظلم ظلمات یوم القیامه، عاقبت ستم تاریکی های قیامت و جهنم هست. برای این که از مجازاتی که الله متعال برای ظالمان و ستمکاران در نظر گرفته و برای این که صدق ظالمان در دنیا چی بوده، از فرعون گرفته و کسانی که الله متعال در قرآن اقوامی که ستمکار بودند، الله متعال اخبارشان را برای ما ذکر فرموده. واقعا عاقبت ظلم بسیار شوم و نامبارک هست. همون گونه که رسول الله فرمودند که عاقبت ظلم تاریکی هست، واقعا همین گونه هست. به طور مثال درباره فرعون و دیگران این ذکر شده که فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، بروید نگاه بکنید که عاقبت و فرجام ظالمان چه کار بود. فرعون را، نمرود را، تمام ظالمانی را که در تاریخ بودند، حتی ظالمانی را که در زمان معاصر بودند، در حیات شما بودند، شما دیدید، مشاهده کردید. عاقبت ظالمان را در محله خودتون، در جامعه خودتون، در کشور و شهر خودتون ببینید، بررسی بکنید که عاقبت ظلم چی هست. درباره قوم ثمود الله متعال می‌فرماید فتلک بیوتهم خاویه، این هست خونه‌شون، ببینید خالی هست، چیزی از آنها نمانده. بما ظلموا، به خاطر این که ستم کردند، به سبب ستمی که روا داشتند. ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون، این واقعا مایه عبرت هست، آیه و نشانی هست برای دانایان، برای آن کسانی که آگاه هستند از سنن الهی و از سنت‌های الله متعال در مورد ظالمان. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ظالمان خواهند دانست که منقلبشان و بازگشتشان به چه خواهد بود.
ان الظلم ظلمات یوم القیامه. ستم تاریکی به بار می آورد و عاقبتش تاریکی و ظلمت هست. پس بنابراین انسان مسلمان که میخواهد عاقبتش روشن باشد، قیامتش نورانی باشد، باید در این دنیا از ظلمت قلب و از ظلمت بصیرت و از ستم بر دیگران باید پرهیز بکند. یکی از بدترین موارد ظلمی که ما سراغ داریم در جامعه بشری اتفاق افتاده، بالاترین ظلم و بالاترین ستم شرک به الله متعال هست. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کردن به الله متعال، کسی رو در کنار الله متعال قرار دادن، ویژگی های الله متعال را، صفات الله متعال را به یک بنده دادن، کسی رو در حد الله متعال بالا بردن، این شرک هست و بدترین ظلم همین شرک هست. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ظلمات هست در روز قیامت، تاریکی به بار می آورد، این انسانهای مشرک قلبشون تاریک هست، بصیرتشون تاریک هست، نمی شناسند با اسماء و صفات الله متعال و ویژگی های الله متعال و تفاوتی رو که الله با مخلوقاتش دارد اینو نمی شناسند. بدین خاطر مخلوقاتی رو آوردند بالا بردن در حد الله متعال. به همان اندازه که از الله متعال می ترسند از این مخلوقات می ترسند. به همان اندازه که انسان مسلمان باید از الله امید داشته باشد، این افراد از بندگان الله امید دارند. به همان اندازه‌ای که در مقابل الله متعال باید خشوع بکنند، خضوع بکنند، فروتن باشند، در مقابل بندگان الله اومدند و خشوع و خضوع دارند. پس بنابراین شرک برترین و بالاترین درجه ظلم هست و عاقبت ظلم همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند تاریکی های روز قیامت هست. یکی دیگر از موارد ظلم و ستمی که در شریعت اسلامی بیان شده و تعریف شده، ستم کردن و نادیده گرفتن بر حقوق دیگران هست، اهم از بر خون مردم، بر جان مردم، مال مردم یا حیثیت و آبروی مردم باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع و آخرین حجی که داشتند در عرفات این مطلب را بیان کردند که ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. ای مردم، ای مسلمانان، ای پیروان من، خونه های شما، مال های شما، حیثیت و آبروی شما بر دیگران حرام هست. بی حرمتی کردن و تعدی بر حقوق دیگران، چه حق جانی باشد، چه حق مالی باشد، چه حیثیت و آبرویی باشد، بر شما حرام هست. مانند حرمتی که این روز دارد، روز عرفه، مانند حرمتی که شهر مکه دارد، مانند حرمتی که ماه ذوالحجه دارد، تمام این حرمت ها که جمع بشوند، اینها مانند حرمت حقوقی هست که حق یک مسلمان هست، حرمت جان مسلمان، مال مسلمان، حیثیت و آبروی مسلمان هست. پس بنابراین بیاییم حق شناس باشیم، حق دیگران را بشناسیم و حق را به صاحبانش بازگردانیم. پس بیایید حق شناس باشیم و حق را به صاحبان حق بازگردانیم و هیچ حقی را تحت هیچ شرایطی تلف نکنیم و بر حقوق دیگران تعدی نکنیم. جلوگیری از ظلم و ستم یک وظیفه همگانی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور داده تا جایی که میتوانید از ستم کردن و ظلم کردن جلوگیری بکنید. اجازه ندهید که کسی در حضور شما ستم بکند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند انصر اخاک ظالما او مظلوما. به داد برادر مسلمانت برس، برادر مسلمانت را کمک بکن،
چه ظالم باشد یا مظلوم باشد، در هر صورت به مسلمان کمک بکن و به دادش برس. صحابه عرض کردند که یا رسول الله اگر مظلوم باشد خب کمکش میکنیم علیه ظالم تا اینکه حقش را بگیریم و به اون بدهیم. اگر ظالم باشد اون وقت چگونه کمکش بکنیم؟ نصرت و یاری دادن ظالم، برادری که ظلم میکند، یاری دادنش به چه معنا هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. کمک کردن ظالم و یاری دادن برادر ظالمتان این هست که شما اون را از ظلم باز بدارید و اجازه ندهید به اون که بر دیگران ستم بکند و بر حقوق دیگران تعدی بکند و تجاوز نماید. پس بنابراین همه من و شما مسئولیت داریم که تا جایی که میتوانیم از ظلم جلوگیری بکنیم، چه ظلم بر خود ما باشد که خودمان بر خودمان ظلم بکنیم، چه ظلم متعدی بر حقوق الله متعال باشد، چه ظلم متعدی بر حقوق بندگان الله متعال باشد. هم جلوی خودمان را بگیریم که ما بعد مرتکب ظلم و ستمی بشویم و هم جلوی دیگران را بگیریم و ممانعت بکنیم از این که در جامعه ما ظلم و ستمی در واقع رخ بدهد. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الظلم ظلمات یوم القیامه، عاقبت ستم تاریکی های قیامت هست. یک جمله زیبایی از سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه نقل شده که ایشون می‌فرمودند که اخوف ما اخاف من رجل لا یجد له ناصرا الا الله. من خیلی میترسم از مردی و از ستم کردن بر کسی که ناصری و یاوری غیر از الله ندارد. یعنی این که بر کسی ظلم بکنم، ستم بکنم که طرف حسابم بشود الله متعال. من از این مورد خیلی میترسم و واقعا همین گونه هست. اگر شما بر کسی ظلم و ستمی روا داشتید، این دعای مظلوم به آسمان ها می رود و الله متعال این وعده را داده که لانصرنک ولو بعد حین، من حتما تو رو یاری خواهم کرد، حتما به داد تو خواهم رسید ولو این که اندکی به تأخیر بیفتد. الله متعال ظالمان را مهلت می دهد، بهشون فرصت می دهد، اما مهمل نمی گذارد، رها نمی کند آنها را، از یاد نمی برد. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه میگوید که ظلم العبد نفسه من الظلم، این که انسان خودش بر حق خودش تعدی بکند و ستم بکند، حق کشی بکند، اینم ظلم هست. ما اجازه نداریم که حق انسانیت خودمان را، حقی را که الله متعال مشروع کرده، حق راحتی و آسایش خودمان را، حق نفس خودمان را زیر پا بگذاریم. هر کسی رو حقش را در اندازه‌ای که تعریف شده باید به اون بدهیم. میگوید که فإن للسیئة ظلمة فی القلب، سیئه و بدی و معصیت در قلب انسان تاریکی پدید می آورد و قلب انسان را تاریک می کند. و سوادا فی الوجه، و تاریکی چهره را پدید می آورد. یعنی کسانی که ظلم می کنند و ستم می کنند و معصیتی را انجام می دهند، هم قلبشان تاریک می شود، هم چهرهشان بینور می شود و تاریک می شود. دیدید انسانهایی که از نظر ظاهری شاید زیبایی رو نداشته باشند، سبزه باشند یا سیاه باشند، اما جذابیت خاصی رو دارند، یک نوری رو دارند در چهره خودشون که آنها رو در قلب من و شما جا می دهد، یک کشش خاصی رو دارند. این همون نور ایمان هست. با اینکه زیبایی ظاهری ندارند اما به دل انسان می نشینند. هر معصیتی و هر سیئه‌ای ظلمت و تاریکی در قلب را هم در پی دارد و هم چهره انسان را کم نور و نازیبا می کند و وهنا فی البدن، و بدن انسان را سست می کند، ضعیف می کند و نقصا فی الرزق، رزق انسان را کم می کند و محدود می کند و بغضا فی قلوب الخلق، و بغضی را و بدی را و نارضایتی را در قلب مردم پدید می آورد. بارها انسانهایی رو دیدید که شاید از نظر مال و ثروت چیزی رو کم نداشته باشند، از نظر زیبایی
و جمال چیزی رو کم نداشته باشند، از نظر جایگاه اجتماعی و پست و مقام شاید چیزی رو کم نداشته باشند، اما به هیچ عنوان در دل انسان نمی نشینند. انسان نمی تواند با آنها محبت بکند و از ته دل آنها رو دوست داشته باشند. اما انسان‌های بسیار ساده‌ای که زندگی ساده‌ای دارند، لباس ساده‌ای بر تن دارند، چه بسا ژولیده هستند، غبارآلود هستند، اما این افراد در قلب انسان می نشینند. انسان‌هایی هستند که مال و ثروت دارند، همیشه در مطب این دکتر و در فلان بیمارستان هستند، به سلامتی خودشون اهمیت قائل هستند، خیلی مینالند. اما انسان‌هایی هست که در واقع با این که مال و ثروتی رو ندارند اما بسیار راحت زندگی میکنند. اونهایی که مال و ثروت دارند برای خودشون رژیم گرفتند. انسان‌هایی که مال و ثروتی هم ندارند از هیچ چیزی بیم ندارند، راحت هم غذایشون رو میخورند، هم عبادت خودشون انجام میدند و هم در آسایش و رفاه هستند. میبینید که انسان مسلمانی هست، اهل دین هست، اهل نماز هست، 100 سال عمر کرده، بسیار شاداب هست، بسیار سرحال هست. الله متعال هم بیناییش رو حفظ کرده، هم شنواییش رو حفظ کرده. علمایی رو ما سراغ داریم که واقعا در کهولت سن باز هم بسیار شاداب هستند و حواسشون کامل هست. اما از طرف دیگر انسان‌هایی رو می‌بینید که شاید عمر چندانی رو نداشته باشند، اما به خاطر ظلم و ستمی که در حق خودشون یا در حق بندگان الله متعال روا داشتند، الله متعال برکت عمر رو از اونها گرفته، خوار و ذلیل و زبون شدند. پس بنابراین بیاییم از ستم کردن بپرهیزیم، چه ستم در حق الله متعال باشد، تعدی بر حقوق الله متعال باشد، یا تعدی بر حقوق بندگان الله متعال باشد، یا تعدی بر حق نفس خودمان باشد و حتی یا ظلم و تعدی بر حقوق حیوانات باشد. از ظلم و ستم بپرهیزیم که از ظلم و ظلمات یوم القیامه، عاقبت ستم تاریکی های قیامت هست. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.